و مناسبتی بد نبود به هموطنان ما در مجموع. ولی گاه شکایت ها از طرف همسایگان میرسد به ما که مناسبت به گریزگان آنها در قلمرو تاجیکستان چندان خوب نیست. شاید یکی از سبب‌های اساسیش کامل نبودن قانونگذاری بود که امروز ما رو کامل کرده ایستادیم. و من بسیار خواهش میکردم که مناسبت به گریزها طبق کنوانسیون بین‌المللی و قانونگذاری کشور این چنین فرهنگی مهمان‌نوازی تاجیکی انجام داده شود. و ما بعد از اینکه طالبان افغانستان رو گرفتن یک موج کلان گریزها از افغانستان داشتیم که البته تاجیکستان تیار نبود، بعضی مشکلات داشتند. موج دوم بعد حادثه‌های آش از قرقیزستان تقریبا 72 عائله به تاجیکستان هجرت کرد. چرا من این رقم‌ها رو میگم؟ برای اینکه بعد مشکلاتشون با ما هم مراجعت کردن. و حالا که منطقه حساس است و سال 2014 سال برآمدن نیروهای ناتو از افغانستان است، هیچ کس نمیداند که در منطقه چه حادثه انجام خواهد شد. ما باید همگان آماده باشیم، هم قانونگذاری تکمیل شود و هم نیازهای مربوطه آمادگی به چنین یک وضعیت ناخوب را داشته باشند. در مجموع ما طرفدار این لایحه هستیم و خواهش می‌کردیم که مناسبت با گریزها در آینده بهتر برآورده شود. تشکر. سلامت باشید. یک چیز رو من گفتنی هستم با شما که ما در دوام 20 سال اخیر با قبول گریزها حتی پیش از واقعیتی که در تاجیکستان بودن مشغول بودیم و برای همین قانون مخصوص درباره گریزها داریم چندین سال باز و در دوام همین سالهای اخیر قریب زیاده از 2000 عائله افغان در تاجیکستان زندگی میکنند، جاهای مخصوص و افغان ها با مردم ما که نزدیک هستند بسیاری آنها در خود تاجیکستان حتی کار میکنند، زندگی میکنند، فرزنداشون میخوانند در مکتب ها. برای همین همه وقت دقت مخصوص بود به این مسئله و همه وقت ما از اونها منتداری میشنیدیم و اونها در اینجا راهبری هم دارند. همه وقت اومده مسئله هایی که به میان میآید در نزد خدمات اون وقت وزارتی مهنت بود، حاضر من وزارتی کارهای داخلی است، دیگر مقامات ها هست، مسئله هاشون عرض میکنن. اما شما میدونید که در بین آنها نیست شخصیت های هست که قانون را رعایت نمیکنن، به یک مسئله ها دست میزنن و در نتیجه وقتی که پرسش میشود اونها البته سرجمانه میخواهند که اونها را حمایت کنند. به هر حال درست است، این قانونی هست که باید که ما از روی کنوانسیون های قبول کردهمون آن را احترام بذاریم. خب تشکر.